خبرنگاران ختلان در کاخ فرهنگ در شهر باختر گردی هم آمده اند. با دعوت و مساعدت حکومت ولایت ختلان، معاون رئیس ولایت ضمن سخنرانی از مشکلات خبرنگاران نشریه ها گفت: ما امروز کاملا درک می‌کنیم که بحران اقتصادی، افزایش نرخ مواد چاپی و فعالیت مطبوعات دولتی محلی تاثیر همین منفی رسانده باعث توجه کاهش شدن تعداد نشر گردیده است. ولایت ختلان که 25 شهر و ناحیه دارد به دو منطقه جدا می شود. در هر عید مطبوعات خبرنگاران از هر دو منطقه کلاب و باختر به مرکز ولایت دعوت می شوند. سردبیر یگانه نشریه مستقل پیک میگوید سناریوی عید مطبوعات کهنه شده است. با آنقدر سپاسنامه زیاد تقسیم میکنند که دیگر کس نمیداند سپاسنامه‌ای که اعلان شد این از کی است. سپاسنامه وقتی که کمتر می شود، سپاسنامه با قدر می شود. وقتی که در زال 300 نفر نشسته است و 200 نفرش سپاسنامه میگیرد، این بجز و استهزای جشن و استهزای سپاسنامه چیز دیگر نیست. حالا این ولایت بزرگ تاجیکستان نشریه های مستقل انگشت شمار هم ندارد. یگانه نشریه مستقل هفته‌نامه پیک است که در منطقه کلاب نشر می شود. در خود مرکز ولایت یگان نشریه مستقل ثبت نام نشده است. روزنامه های محلی هم در ولایت چندان مطالب رنگین ندارند. معاون رئیس ولایت دستور داد که آبونه به نشریه های محلی که دولتی اند زیاد کرده شود. به قول او از این راه می توان تعداد نشریه ها را زیاد کرد. اما خبرنگاران میگویند که 10 سال باز از همین حرفها صدا میدهند و بس هم دیگر و مشکلات مطبوعات و خبرنگاران کم نمی شود.